سازمان انتشار مجموعه داستان‌های ناطق آموزشی 10مین برنامه آموزنده و هنری خود را تقدیم می‌کند. گربه‌های اشرافی و گربه‌های زیر شیروانی. برداشتی از اثر والت دیسنی، اجرا شده به 2 زبان فارسی و فرانسه. نویسنده متن، سراینده اشعار و تنظیم آهنگ علیرضا اکبری، با همکاری گروه هنرمندان سوپراسکوپ، همراه با موسیقی هنرمندان برجسته ایران. محصول سوپراسکوپ. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. در زمانهای گذشته در شهر پاریس خانم خوب و مهربانی در خانه بسیار قشنگی زندگی می‌کرد. این خانم اسمش ادلا بود. خانم ادلا 4 گربه ملوس و شیطون داشت که اونها رو بیشتر از هر کس و هر چیزی دوست داشت. آخه خانم ادلا غیر از این گربه ها هیچ کس رو نداشت. نه شوهری، نه بچه‌ای و نه کس دیگه‌ای. اسم این گربه ها به ترتیب دوشس، ماری، تولوز و برلیو بود که دوشس مادر 3 گربه دیگه بود. موش کوچولویی به نام راکفورد همیشه با بچه گربه ها بازی میکرد و مادیانی که اسمش فرو بود گهگاه با اونها هم بازی میشد. پیش خدمتی هم در اون خونه زندگی میکرد که اسمش ادگار بود و از حیوانات خوشش نمیومد و همیشه دور از چشم خانم ادلا گربه ها را اذیت میکرد. ولی گربه ها و دوستانشون به او اعتنایی نمیکردند و اکثر اوقات دور هم جمع میشدن و با خوندن شعر و آواز اوقات خوشی رو میگذروندند. تو دنیا پناهی
چه رفیق نازی، به 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 چه رفیق نازی. تو بلدی تو بلدی ماما بشو رفیق و همبازی. به 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 چه رفیق نازی، به 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 چه رفیق نازی. من پرو 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 من پرو 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 مانی و نستم با که شو خیلی خانم زحمت کش هستم آهای چاکر معرفت داراش خیلی مخلص هستم. میاو 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 پرو پرو مادیان باری آقا. به 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 چه پر استقامت، به 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 که چه با شرافت. با هممون بهترین اخلاص و پس ارادت. به 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 چه پر استقامت، به 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 که چه با شرافت. حالا که ماها هممون از بوش و قرب مادیون متفق هستیم، دستمون تو دست هم دیگه از کس نترسیم. ماها پشتمون به پشت هم دیگه از کس نترسیم. حالا که ماها هممون از بوش و قرب مادیون متفق هستیم، دستمون تو دست هم دیگه از کس نترسیم. ماها پشتمون به پشت هم دیگه از کس نترسیم. یه روز خانم ادلا از یکی از دوستان قدیمیش به نام آقای جورج که سردفتر اسناد رسمی بود دعوت کرد که به خونش بیاد و او هم دعوت خانم ادلا رو پذیرفت. خانم ادلا به آقای جورج گفت میخوام ازتون خواهش کنم وصیت‌نامه‌ای برام بنویسید تا تکلیف اموالمو قبل از مرگم روشن کنم. قسمتی از اموالمو به سازمان خیریه بدین که از بچه‌های بی سرپرست نگهداری کنن و ما بقیه اموالمو به گربه‌ها یعنی دوشیز و بچه‌هاش میبخشم. میترسم این کوچولوها بعد از فوت من سرگردان بشن. هیچ دلم نمیخواد اونا محتاج کسی بشن. همونطور که میدونین من غیر از این گربه‌ها هیچ کس رو تو این دنیا ندارم. راستی اینم در وصیت‌نامه‌ام قید کنین که بعد از مرگ گربه‌ها اموال من به ادگار مستخدمم برسه. بله بچه ها، همونطور که توی کتابم میبینین ادگار بدجنس پشت در اتاق فالگوش وایستاده بود. وقتی حرفای خانم ادلا رو شنید خیلی عصبانی شد. ای گربه های لعنتی، یعنی شما گربه ها از من مهمترین؟ باید هر جور شده حساب شما ها رو برسم تا ثروت خانم ادلا به من برسه. باید شما رو نابود کنم. ادگار بدجنس فوراً دست به کار شد و مقداری داروی خواب‌آور خیلی قوی در ظرف شیری که برای صبحانه گربه ها آماده کرده بود ریخت و ظرف شیر رو به اتاق گربه ها برد. های کوچولوها، خوشگلا، براتون ناشتگی آوردم. جون بچه ها باشین ادگار صبحونمون آوردی. جونم ادگار. همونطور که در کتاب میبینیم پس از اون که راکفورد، دوشس و بچه‌هاش شیر محتوی داروی خواب‌آور رو خوردن به خواب عمیقی فرو رفتن. ادگار گربه ها و موش کوچولو رو در یه سبد گذاشت و مخفیانه اونها رو همونطور که در کتاب میبینید در کنار اتاقک موتورسیکلت سه‌چرخش گذاشت و پس از اون به طرف بیابونهای خارج شهر پاریس به راه افتاد. حالا بلایی به سرتون میارم که تا ابد از دستتون خلاص بشم.
بعدش من وارث خانم ادلا میشم. و اما در خارج شهر مزرعه‌ای بود که 2 سگ باهوش و شجاع به اسم ناپی و لافی از اون مراقبت می‌کردند. ناپی و لافی از دور ادگار رو دیدند که با موتورش به طرف مزرعه میاد. لافی، ناپی، انگار یه موتور با سبد داریم اینجا، میخواد سبزی بچینه. انگار داریم یه دو طرف بود، بریم درست رو بگیریم. ادگار بدجنس که میخواست با موتورش از روی پل رد بشه تا سگا رو دید به وحشت افتاد و دستپاچه شد و تصمیم گرفت از اونجا فرار کنه. سگای مزاحم، شانس پیدا شدن شما بود. بهتره فرار کنم که اونا بفهمن که من این گربه ها رو بیرونش کردم بیچارم. بله بچه‌های عزیز، ادگار شروع به دور زدن کرد که ناگهان موتور از جاده منحرف شد و سبدی که گربه ها و راکفورد کوچولو در اون بودن از روی موتور پرت شد و نزدیک پل افتاد. باید فرار کنم. اگه بخوام سبدو بردارم اونا میرسن و تیکه پارم میکنن. شب که گربه ها و موش کوچولو به هوش اومدن. اینجا کجاست؟ چرا اینقدر تاریکه؟ من چرا اینجام؟ پس بچه ها کجا؟ این بچه ها کجایین؟ ماری، فلوس، بلیا، مامان من میترسم. ماشین مامان چقدر تاریکه. و اما در پاریس خانم ادلا که خواب بود از صدای رعد و برق از خواب پرید. وای گربه ها، نکنه اون کوچولو از این سر و صدا بترسن. بهتره برم پیش اونا. خانم ادلا به اتاق گربه ها رفت، اما رخت خواب گربه ها رو خالی دید. وای خدای من، گربه ها کجا؟ گربه های کوچولو چی به سرشون اومده؟ اونا کجا؟ خدایا منو ببخش، در مورد اون حیوانای کوچولو غفلت کردم. اونا کجا؟ بله بچه ها، خانم ادلای خوب و مهربون تمام خونه رو برای پیدا کردن گربه ها جستجو کرد، اما اثری از گربه ها ندید. شدیداً مایوس شد و حالت تب بهش دست داد. صبح روز بعد گربه ویلانی به نام توماس سوت زنان از کنار پل میگذشت که چشمش به سبد افتاد. وای خدا جون، اینجا یه سبده. دلشی خدا کنه یه چیزی از توش باشه ما بخوریم. سلام آقا. سلام از ماست. ببخشید من معذرت میخوام. نمیدونستم شما اینجا زندگی میکنید. من مزاحم شدم. نه آقا، خوب شد که ما شما رو دیدیم. لوشس موضوع گرفتاری خودش و بچه گربه ها و راکفورد کوچولو رو برای توماس شرح داد و توماس ضمن دلجویی از اونها قول داد که اونها رو صحیح و سالم به پاریس برسونه. به چه شانسی، این یه کامیون داره میاد. عیبی نداره، بهتره شما همینجا قایم شید. تا کامیون رسید من میپرم
میرم جلوش تا وایستد شما سوار شین. ای گربه دیوونه، مگه شیطون تو جنت رفته؟ سوار شین بچه یا بر شیطون لعنت. گربه ها و موش کوچولو بیدرنگ عقب ماشین پریدن و از شانس خوبی که داشتن ناگهان متوجه شدن که سوار یک کامیون حمل شیر هستن. گربه ها و راکفورد کوچولو مشغول ناخنک زدن به دبه های شیر بودن که راننده متوجه اونا شد و کامیونو نگه داشت. در این گمشن برای پیشمون، در این گمشن بلکن ها کلا کلا گربه ها و راکفورد کوچولو پس از یک راهپیمایی طولانی خسته و کوفته به شهر رسیدند. توماس که دید از شب خیلی گذشته اونا رو به منزلش دعوت کرد. دوشس با وجود اینکه خیلی دلش برای خانم ادلا تنگ شده بود، به خاطر خستگی بچه‌هاش و راکفورد دعوت توماس رو پذیرفت و همگی به خانه توماس که در همون نزدیکی زیر یه شیربونی قرار داشت رفتن. گربه ها و راکفورد کوچولو وقتی به خانه توماس رسیدند، صدای موسیقی دلنوازی از اونجا به گوش می رسید. بله بچه ها، این اسکات کت گربه معروف و موسیقیدان زیر شیروانی بود که از دوستان توماس به شمار می رفت و به اتفاق گربه هایی که ارکستر او رو تشکیل می دادند مشغول نواختن آهنگ پرهیجانی. پس از انجام مراسم معرفی، اسکات کت و ارکسترش به افتخار بازگشت توماس و حضور میهمانانش، دوشس و بچه‌های او و راکفورد کوچولو جشن مفصلی گرفتند و شروع به خواندن آواز کردند. شادی کنیم امشب مهمون داریم. به به خوش اومدین، به به خوش اومدین، قدم رو چشم خوش اومدین، صفا همتون خوش اومدین، میام خوش اومدین، میام خوش اومدین. مهمونای نازی و مامانی ملوس و شیطون داریم. به به خوش اومدین، به به خوش اومدین، قدم رو چشم خوش اومدین، صفا همتون خوش اومدین، میام خوش اومدین، میام خوش اومدین. بی مهمان خود مهمان صفا نداره، صد افسوس خود مهمان قابل نداره، از باب پذیرایی شما ها رو نداره، از باب پذیرایی شما ها رو نداره. آخی ما گربه های بیرون شهریه، سرپرست و آواره شهریه، با عیونش را با خورده نمیشیم، به دم عیونا خورده نمیشیم. هیچ کسی به ما غذا نمیده، جای گرم و رخت خواب نمیده. جامان همیشه پناه دیوار، زیر شیرمونه پشت انبار. جامان همیشه پناه دیوار، زیر شیرمونه پشت انبار. چه حرفایی میزنی ای
اشراف بازی نکبت بارو برده، اشراف بازی نکبت بارو برده. اگه فرش شما از گل و خاکه، به جاش سرمایتون یک دل پاکه. یه قلب بیریا و دل پاکه، یه قلب بیریا و دل پاکه. اختیار داری داداشی این حرفا رو بریز دور. ما میخوایم که بشیم بعد از این با هم یک دل و یک جور. گربه فقیر و غنی مگه چه فرقی دارن؟ پیش خدا غنی و گدا هیچ فرقی ندارن. متحد بشیم بهتره والا، با هم رفیق بشیم بهتره والا. متحد بشیم بهتره والا، با هم رفیق بشیم بهتره والا. اختلافمونو با هم باید کنار بذاریم، دست تو دست هم همگی دشمنو بپاییم. متحد بشیم بهتره والا، با هم رفیق بشیم بهتره والا. متحد بشیم بهتره والا، با هم رفیق بشیم بهتره والا. وقت چه بهتر شده، وقت چه بهتر شده. بلبلار و شاخه ها غنچه گل شکوفه ها باز و نمایان شده. وقت گلستان شده، وقت گلستان شده. بوته های زشت خار دیگه رفتن به کنار. گل اومد بلبل اومد، سبزه و سنبل اومد. گل اومد بلبل اومد، سبزه و سنبل اومد. بچه ها مژده بدم بهار اومد، عمر خزان پی شده. وقت چه بهتر شده، وقت چه بهتر شده. بلبلار و شاخه ها غنچه گل شکوفه ها باز و نمایان شده. وقت گلستان شده، وقت گلستان شده. بوته های زشت خار دیگه رفتن به کنار. گل اومد بلبل اومد، سبزه و سنبل اومد. 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 صبح روز بعد دوشس، ماری، تولوز، برلیو و راکفورد همراه توماس به طرف منزل خانم ادلا به راه افتادن و پس از طی مسافتی به اونجا رسیدن و توماس ضمن خداحافظی به اونها گفت هر وقت با من کاری داشتید بهم خبر بدی. و اما بچه ها ادگار بدجنس به محض اینکه گربه ها رو دید سخت به وحشت افتاد و بلافاصله نقشه کشید و گربه ها رو داخل کیسه ای انداخت. پر نخورین، اینقدر میا را نندازین، بیچارتون. حالا میندازمتون تو این صندوق اسباب بازی‌ها که خانم ادلا قراره بفرسته برای بچه‌های آفریقایی. ادگار بدجنس همونطور که در کتاب می‌بینیم دوشس و بچه‌هاشو توی صندوق گذاشت و در اونو محکم بست و نوارچسبی رو که روی اون آدرس یکی از شهرهای آفریقا نوشته شده بود روی صندوق چسبید. راکفورد کوچولو که در گوشه قایم شده بود و ادگار او رو ندیده بود خودشو به صندوق رسوند و با دوشس که داخل صندوق بود یواشکی صحبت کرد. دوشس خوب و مهربون، از بس که ترسیدم نمیتونم چیکار کنم. برو همون جای دیشبی خونه توماس، بهتره بهش خبر بدی، بگو زود بیاد ما رو نجات بده.
راکفورد به سرعت به طرف خانه توماس رفت، اما خیالش ناراحت این بود که مبادا مامورین پست سر برسن و صندوقی رو که دوشس و بچه‌ها در اون بودن با خودشون ببرن. بله بچه‌ها، راکفورد خودش رو به خونه توماس رسوند و موضوع گرفتاری دوشس و بچه‌ها رو به توماس گفت و توماس هم به راکفورد گفت تو برو به اسکاپچت و بقیه گربه‌ها خبر بده بیان منزل خانم ادلا. توماس خودش رو به منزل خانم ادلا رسوند. ادگار کجایی؟ گربه ادگار گمشون سود از اینجا برو بیرون. بله بچه‌ها، نقشه به خوبی طرح‌ریزی شده بود. توماس روی ادگار پرید. بیشارت میخوامه. خفه شو. پید گربه بلگرد. گمشو. اما بچه‌ها توماس به تنهایی نمیتونست کاری صورت بده. پس از مدتی درگیری ادگار موفق شد توماس رو به زمین بندازه و سپس روی توماس قرار گرفت. میخواست او رو نابود کنه که در این اثنا سر و کله فرو همون مادیان با وفا پیدا شد و نیروی کمکی گربه ها هم همزمان به اونجا رسیدن. وای این ادگار بدیش توماس زدی زمین داره خفه میکنه. خفت میکنم. اینجا چه خبر شده؟ همجورش بندازید. گازش بتونید. اصله کنید. حقه که کف دستت میزنم ناجنسه. آهای فرو مواظب باش با اون سم تو سرش نذاری یهو میمیره. به جهنم چه بمیره؟ این یه خائنه. سر تو پهلو. نگه خائن. اصله پاش بگیر. بیچاری شدم. چنگول نندازه. غلط کردم. بازم گرم. در تو بالون. بله بچه‌ها، توماس خودش رو به صندوق رسوند و دوشس و بچه‌هاشو از صندوق بیرون آورد. نترس، من آدم کش نیستم، اما کاری میکنم تا از زنده بودنت پشیمون بشی. بذارش بیفته تو صندوق. بپیر. غلط کردم. نه اینم جیب شدی. وای بچه چطور خودش رو پست کنیم برای آفریقا؟ پست کنیم از سرش خلاص میشی. زود باشین به جمعه بچه. همیشه گفتن چاه نکن بهر کسی، اول خودت دوم کسی. ادگار بدجنس رو توی صندوق انداختن و در صندوق رو محکم بستن و در همین اثنا مامورین پست سر رسیدن و صندوق رو با خودشون بردن و به این ترتیب گربه ها برای همیشه از شر ادگار بدجنس خلاص شدن. بله بچه ها، گربه ها فرو و راکفورد کوچولو همگی به عیادت خانم ادلا رفتند و ماجرایی که ادگار بدجنس برای اونها به وجود آورده بود برای خانم ادلا تعریف کردند و خانم ادلا پس از شنیدن ماجرا از همکاری که گربه های زیر شیروانی راکفورد و فرو به منظور نجات دوشس و بچه هاش کرده بودند خیلی خوشحال شد و از همه تشکر کرد و از همه‌شون خواست که در خانه او زندگی کنند و این همکاری و صمیمیت را از دست ندن. بله دوستان عزیز، اونها در سایه اتحاد و اتفاق و یکپارچگی تونستند ادگار بدجنس رو رسوا کنند و این مزاحم همیشگی رو از سر راهشون دور کنند. و خانم ادلا از اون پس دستور داد که در خانه‌اش ساختمان‌های متعددی بسازند
و از گربه های بی صاحب و بی سرپرست در اونجا نگهداری کنید. دوستان عزیز، اجرای فارسی 10مین کتاب قصه ناطق سوپر اسکوپ رو شنیدید که امیدواریم مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. حالا توجه شما را به 5مین قسمت سریال ماجراهای پینوکیو که در پشت نوار قبل از اجرای برنامه فرانسه ضبط شده جلب